ظرفشویی LG دایرکت درایو. اولین برنامه شستشوی کویک واش دلی شستشوی روزانه هستش. تقریبا 1 ساعت زمان شستشویشه، ولی ظروف چربه، تمیز میشوره، خوبه. میتونیم از این برنامه یا تو این برنامه از ژل شستشوی استفاده کنیم یا پودر، مایع، نمک. یادمون باشه برندا رو با هم قاطی نمی‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی که ما فرضی که مایع براق کننده ریختیم داخل این دستگاه، فرض مارکش فینیشه، بیایم اگه به قرص پریل بذاریم داخلش یا ژل پریل استفاده بکنیم یا مواد شوینده پریل استفاده کنیم، این دو تا برند با هم قاطی میشن، آسیب میزنن به دستگاه. بنابراین برندا رو قاطی نمی‌کنیم. هر برندی که داخلش هست همون رو معمولا ادامه میدیم یا وای میسیم تموم بشه کاملا. چالشاش معمولا توی مایع براق کننده هستش. برنامه بعدی کویک واش هستش، شستشوی سریع، یه برنامه نیم ساعته هستش که اینجا نشون نمیده. برای ظروف میوه و شیرینی که چرب نیستن، این برنامه میتونیم ژل شستشوی استفاده کنیم یا پودر، مایع، نمک. تو برنامه کوتاه مدت قرص استفاده نمیشه. بهترین برنامه اکونومی هست، مصرف انرژی کم، کیفیت شستشوی بالا. تو این برنامه چون نزدیک 3 ساعت 45 دقیقه زمان شستشویشه، میتونیم از قرص استفاده کنیم یا ژل شستشو. اینجا ظرفامون آسیب نمیبینن، خط خطی نمیشن. بعضی وقتا مثلا مشتری میگه که آقا روی ظرفامون لک میفته، چون به خاطر این دلیله که مواد شوینده همینجا مثلا فرض مایع براق کننده، حالا هر برندی که هست، میایم قرص میذاریم و افزایش مواد شوینده باعث میشه کف زیاد توی سیستم ایجاد بشه، هم دستگاه آسیب میزنه هم ظرفامون رو خراب میکنه و کدر رو لک میکنه. برنامه بعدی اتو هست، برای ظروف چربمونه. تقریبا همه ظرفامون رو میتونیم توش بشوریم، دماش بالای 50 درجه است، شاید ظروف کریستالمون توش آسیب ببینه یا خط خطی بشه. یه برنامه بعد هستش کیر نوشته، برای ظروف کریستالمون هست، ظروف شیشه‌ای، زمانش 1 ساعت 40 دقیقه هستش. بهترین برنامه شستشوی روزانه میتونیم استفاده بکنیم، دماش خوبه، ظرفامون آسیب نمیزنه و خدمت شما عرض بکنم که کیفیت شستشویش هم خوبه، زمانش هم کوتاهه، ولی مثل اکونومی نیست. اکونومی خیلی با کیفیت تر میشه.